خفن ترین آهنگ امیر تتلو من باهات قهرم با ایرانه. همه فکر میکنن با دوست دختریه، با یه خانومیه، با یه نمیدونم عشق. نه در مورد ایران، در با مخاطبش کشور ایرانه. و تتلو چندین بار عنوان کرده من برمیگردم، من باید برگردم کشورم. و متاسفانه رفقای نزدیک امیر تتلو خیلی کم لطفی کردن. تو این روزایی که امیر نیاز داشت حمایت بشه، کنارش باشن، باهاش اصلا حرف امیر رو بزنن، همه اومدن پشت پرده. اون رفیق دودخونش بودی، 5 میلیونی کرد پت داد، آوردت بالا و اینقدر بی معرفتی. و رفیقت تو گیر کرده، اسمشو بیا یه استوری بذار به یادتون. امیر انقدر قدرت داره 2 سال زندانه. تو دبی من هر جا میشینم در مورد امیر دارن ازم سوال میپرسن. با طرف 2 سال زندانه، همه اینجا داره در موردش صحبت میشه. فراموش نمیشه، فراموش نمیشه اصلا. و مطمئنم همین روزای خبر خوب ازش میشنویم، میاد بیرون با حال خوب. و منتظر اون روزم که بیاد بیرون آهنگ رو بخواه بده. چه کرده تو زنی. براش اول از خدا صبر میخوام که این روزا رو بگذرونه، سلامتی میخوام که بتونه پرقدرت ادامه بده و آزادیش انشالله.